سلام به کانال استثنا خوش اومدید. توی این ویدیو ما میخوایم بریم به سالهای قبل و بازی کیک بازی توی ویندوز 7. امروز یه چالشی دارم برای بچه‌ها که اصلاً بلد نیستن کیک درست کنن، تزیینش کنن. اصلاً بلد نیستن. دقیقاً مثل اون بازیه یعنی؟ دقیقاً عین اون بازیه. من چند تا برگر روش نوشتم که هر کدومتون مثلا باید چه حرکتی انجام بدید روی این کیک ها که در آخر هر کدوم بیشتر شبیه بود برنده مسابقه. اوکی. خب من یه توضیح بدم. اول من همون جوری که تو بازی بود دقیقاً طبق اون پیش میریم که مثلا اینترنت براتون انتخاب میکردش که چی بود؟ ویندوز. ویندوز. خود بازی. خود بازی انتخاب میکرد برامون که ما این کیک رو مثلا تو چه قالبی باشه، چه رنگی باشه و تزییناتش چه شکلی باشه. من حالا اینا رو براتون نوشتم، انتخاب کردم. ما همیشه دو شکل کیک داریم فقط. اتوشه چون که دو نفریم دیگه. من این کیک رو دوست دارم ما قلب بیفته به خیلی سخته. قلب سخت‌تره، من دایره رو پس. نه باید از این تو انتخاب. اول یه سنگ کاغذ قیچی کنیم ببینیم کی برداره. چندتایی؟ یه دونه سنگ کاغذ قیچی. این ستایی دیگه آقا. نه من برمی‌دارم دیگه. سه داور یه بار قانون وضع سه می‌کنه تایی. تو بازی. چرا باید کنیم؟ سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. همه رو کاغذ بود. ببین الان کی برد؟ من دیگه مهداد برمی‌داره که ببینیم قلب بیفته یا صبرکن. بایر مونیخ. قلب. خب حالا من کدوم بردم؟ الان قلب چالشی‌تر و سخت‌تره. گرد. خب بریم من اینا رو گرد بوده. بده مسئله. خب این چه آیتمیه باید برداریم؟ الان رنگه. رنگ رنگی خامه‌ای که- که باید بزنید بهش. رنگش ایناست. آره. چرا ترسیدی؟ بلد بودی. زرد. رنگی که نه، بدن. زرد. گرد و باید زرد. یادت باشه. دو تاشو برداشت. چون تقنه شولتی. خب من نمیدونم، واقعا نمیدونم چه اتفاقی قراره خب، بیفته. گوش بدین. بیا اینجا. چه گندی قراره سه تا. این سه تا نشون میده که چه شکلکی مثلا برای تزیین کیکتون باید بذارید. با این سوسول بازیاشی همون بمبمون رو خونسا می‌کردیم. ویندوز 7 دیگه ویندوز 7 هم بازی بمب داشتیم. قلب. دوباره روش قلب باید بذاری با این چیه؟ بی بی. Okay, what happened? اینو خوبه باید این اتفاقا ایموجی خیلی پرطرفداریه. آخه کیک هم زرده. خب بده. یعنی اینو خودم رو کیک کشیدم. زرد یه قهوه‌ای باید در بیاری، خیلی عالیه. میریم که شروع کنیم کارو. بریم که بچه‌ها شروع کنیم. من قلبمو برمی‌دارم این و کارو می‌رم. انجام دادم برای اینا. حتی خامرم فرم دارم قشنگ که بتونن انجام بدن. اول مرتا تو شروع کنی. آره دیگه. من برای آرزون بود یه روز کیک درست کنم. باز چیزایی رو بچگیشو برداشو ببینیم. این تو بچگی آرزوش بوده نمیدونم راتاتویی درست کنه. این خامه با اون آرزوش خامه‌ای اینه. که صبح می‌خوریم فرق می‌کنه. بله خامه شیرین شده است. میشه پشتم نشینی؟ نه. تمرکز ندارم. دوستان تو خونه الان دارم قلب رو از وسط دوتا میکنم. قلب ما با موفقیت دو میشه. خب بذارید. دستامو کاملا چند بار شستم، ولی الان که دارم دقت میکنم چقدر عجله داری؟ نه عجله. خب. ببین خیلی لذت بخشه، جدی دارم میگم. این بوی وانیل زده بالا. بعد من خیلی کیک خودم دوست دارم، خیلی، یعنی عاشق کیک تولد و همه مدل کیکی. اینجا که خیلی موفقیت آمیز و خوب بوده، ایشونو میذاریم سر جاش. اون رو دیگه من تعیین میکنم تا کجا موفقیت آمیز بوده. از نظر خودم
حس میکنم بس. تو خیلی سرعت فکر کنم در بس. بار اول زیاده. ببینم. چه صورتی زیبایی. ببین یه دونه قاشق بردار همش بزن با اون اوکی. نظر اون تو دیگه اون صورتی کردی امتیاز منفی. نه آفرین. خانم داور. آروم آروم صورتی ملویه. پودرا نکن. اومد بارون. میتونی دوباره صورتی تیره دختره. ترش کنی. من پتانسیل اینو دارم اصلا میتونم برم قندتی کار کنم. جدی میگم. اصلا این کار برام خسته کننده نیست. همه کیکار خوبه صورتیش. خوبه آره خیلی چیزش نکن پررنگش نکن میخوایم بخوریم. اینا رنگای مجاز خوراکیه ولی خب هرچی کمتر بریزی بهتره. آفرین. من نظر بده. آخرش که یاد صبر کنید. تو فقط میتونی داوری کنی. خب دوست عزیز شما میتونید دهنتو باز کنید. من دیگه چیز دیگه ندارم میرم سراغ قلبم. امیدوارم که بچه‌ای تو خونم دوست داشته باشن. دیگه دست خودت دیگه هر کاری می‌کنی. خب الان یه خمیر بازی به ما دادن. حوصله‌مون سر رفته بود. سری باش یه دقیقه بیشتر وقت نداری. شرکت کننده قرمز. گردالش کنم. دستات قرمزی شده. میره بابا. اینجا میذارم. قرد میدونی چه شکلیه؟ آره همون جوری که کشیده بودی رو بر. امیدوارم که لذت برده باشین. خلاصه ظاهر و باطن همین که میبینین. این کیک شرکت کننده اوله. شما هم امتیاز بدید. بریم که نوبت من. برو بریم. ایشون الان روی این چیز الان- فضا خیلی زیاد داره. خب الان شما من داری فرام چی کم- کار میکنی الان؟ اول میخوام چیز کنم. چیز کن. خامم رنگ دیگه اشتباه انجام بدی و اینا من دیگه بهتون نمیگم مراحلتون رو اشتباه بدید. من باشه نمی‌دونم. دقت کن. من نمیدونم. آره دیگه. خامه بعد رنگ. خوبه زرد میخوای درارید نمیخوای خورشید درست کنی. نمیدونم الان از عمد داره مثلا خیلی یا نه. واقعا دیدی میگن تو الا داری در میاری واقعا این شکلی عزیزم شما همینقدر مثلا ماستی. من اشتباهی کردم از قاشق استفاده کردم برای هم. گفتم که تایم کم میاری یا 5 دقیقه رفت. میشه یه قاشق کنیم برسونید؟ ایشون کیکش از وسط نصف نکرد. دقیقاً هی من بهش گفتم. اصلا غم به دلتون راه ندید. کسی که اونجا دوست وسطه دارم. الان. دوست دارن من قهرمان بشم درشو وا میکنم توش میریزم. کسی که دوست دارید من برنده این چالش هیچ کس دوست نداره با این درمانی که داری تو میزنی. هیچی نگو. کجا یه میخوای کاسه من بذاری؟ بدید. نه نشو چون اولش بهت گفت اونو میخوای کجا بذاری. ظرف هم کثیف نکن. آخه تو اون کاسه اون نصف میشه از وسط. انتخاب ظرف هم ایشون استعداد نداره متاسفانه. میشه استفاده کرد؟ بچه ما در رو میذاریم یه کنار. چرا بهش شما گفتی؟ شما چرا بهش نمره گفتی؟ خلاقیت رو من بدید سر این ویدیو. نمره چی بدی؟ خیلی خوب جمع خیلی کردی. راحت در کارو برداشت.
بچه‌ها لحظه حیاتی گذاشتن در کیک. فقط روی کار چون یه ذره ببینیم بچه‌ها یه ذره تر خورده روی کار وای یه ذره حیف این کیکا. چرا رنگ قهوه‌ای تو در نمیاد؟ هر کاری میکنین اون قهوه‌ایه نیست که احمد میشه دارن. بگم جمله رو که چرا رنگ قهوه‌ای؟ نه بعدشون میاد. در نمیاد واقعا. مریضه. بیشتر بریزه؟ بچه‌ها دیگه یه حاله از قهوه‌ای گرفته قبول کنید ازم. من نمی‌دونم. چقدر تایم این داره؟ نسکافه کردم. خیلی 2 زن قرمز و دقیقه. مشکی یه اضافه دقیقه. کنم. میتونی رنگ سازی بکنی. ترکیب چی و چی قهوه میده بهمون؟ مشکی و قرمز. یه رو پیش گفتی 2 دقیقه مونده. چند دارم ثانیه مونده؟ شک میکنم به کمیته داوران. اجازه بدید. خب دوستان من اصلا دیگه من نای ادامه دادن ندارم. این چیه این الان؟ ایه برای مهرداد قلبش بهتره، کلا مراحل هم درسته، امتیاز مال مهرداد دیگه. دوستان عزیزم همکنون میتونید سفارش بدید اگه کیک واقعا میل دارین. دیدیم که با چه ظرافتی و با چه کیکامون رو دستمون بگیریم به بچه‌ها یه لبخند بزنیم. نمیخواد بچه‌ها دیگه بگیرن کیک. حالمون رو میگیره داور. بچه‌ها حالشون داره به هم میخوره از این دیگه کیکا. خداحافظی کن. خداحافظی کن. کجا داری؟ خداحافظی کن. خداحافظی کن. بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم که از این چالش ما لذت برده باشید. من برم با این دوتا ببینم که کیکا رو میخوان چیکار کنم. من که طبیعتا نمیخوام. فعلا خدافظ.